ما سامبوسا پیراشکی نان کلباسا پیتزا غذایی که این دو مکتب بچه تاجیک همه روزه استعمال میکنند از جمله خوردنی های اکثر نورسانی تاجیک است. با نگرانی از ترکیب خوراکی که در آشخانه های مکتب به طالب علمان فروخته می شود، سازمان جهانی آذوقه دستورالعملی را پیشنهاد کرده است که به گفته مؤلفانش با نظرداشت خوراک سالم و مفید برای یک نورس تهیه شده است. متاسفانه امروز در مکتب‌ها به مثل سالهای شوروی خوراک نمی‌دهند و کودکان اصلاً از رولتون و نوشاکی‌های گازدار که به سلامتی خیلی ضررآور هستند استفاده می‌کنند. زیرا در این آب‌ها به جز رنگ و شکر چیزی دیگری نیست. این به کودکان خیلی ضرر دارد. نان و چای خوراک اصلی سوربان بازاروف 11 ساله در دوامی روز است. وی هر صبحی بر وقت به نهاری آماده کرده مادرش دست نمیرساند و به مکتب میشتابد. مادرش مجبور می شود یک تیکه نانی خشک را به جزودانی سوربان گذارد. بعضی وقت پول خمیدیم، بعضی وقت نان، چای، هر چی تیار کرده دستون کارشون میگذارم که آنها گرسنه نمونند در مکتب. هوش و یادی سوربان مثل دیگر همسالانش به بازی و بیرون است و بعضا گرسنگی تمام روز به یادش نمی رسد. گاه در مکتب شکمش را سیر می کند. مسئولین مکتب می گویند خوراک آشخانه آنها بر اساس دستور است که متخصصان آماده کردند. 3-4 نمود خوراک تشکیل کرده می شود همه روزه. غیر از این در اونجا پرشکی تشکیل میکنن، خود دوگ تشکیل کردشون برای خود چای گرم، کافی تشکیل کرده شده. یعنی برای در وقت گرسنگی کودکان میروند خریداری میکنن و از اون استفاده میبرن. غذاشناسان تاجیک میگویند نسل امروز با غذای سالم و غنی تامین است و خوراک سری دستی که عادتاً والدان به کودکانشان میدهند کم رمق است و برای صحتشان ضرر دارد. برای افزایش‌یابی کودکان خصوصا در سن خردسالی استعمال غذاهای شیری نقش مهم را به جا می‌آورد، چون که در ترکیب این محصولات شیری منبع اساسی مواد کلسیم هستند که در تشکلیابی استخوان کودکان و دیگر یعنی روندهای بنیه آنها نقش مهمی اجرا می‌کنند. یک تحقیق طبی و دموگرافی 3 سال پیش در تاجیکستان نشان داد که از میان بیشتر از 1 میلیون کودک در کشور 300,000 نفرشان کوتاه قدند و یک سبب اساسی آن نیز استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین است.